سلام علیکم، خوش اومدیم به چنل من دایناماینا هستم و امروز میخوام دومین ویدیوی چنلی که هنوز حتی نساختمش رو الان ریکورد کنم و این بازی اسمش هست نیو هوم. شنیدم که هم خیلی قشنگه هم خیلی عجیبه، ولی به خورده خنده دارم ممکنه باشه. حالا میریم سری سراغ بازی. خیلی ذوق دارم براش، آخه چند تا از گیم پلیاشو که دیدم همه این جوری بودن که مثلا تیکای آخرشو میرفتم نگاه میکردم چون نمیخواستم بازی برام اسپویل شه. وقتی میدیدم میگفتن که وای خیلی خفن بود، خیلی دورک بود، خیلی داستانبندی جالبی داشت. حالا بذاریم ببینیم چی میشه. این چیه؟ اوه همینه، فقط پلی. فقط میتونم پلی بدم. آپشنی واسه صدا اینا هیچی. اوکی. بازی دیوندر همیشه اینجا بوده، همینطوری احتمالاً. به هر حال we only going crazy. من فقط هی دارم دیوونه تر میشم، دارم بیشتر قاطی میکنم. باز شروع شد. خب اینجا که دیواره، برم اون سمتی تاریکی دیگه. فلش لایت ندارم. نه برو. خوبه. چقدر دور نمیشه مثلا. برو دیگه، پا بزن. برو دارم دور میشم. هرچی میزنم بره جلو دورتر میشم. چه جالب، چه محیط جالبی، چه احساس دارکی داره. خوبه. خب شروع خیلی خوب. از شروعش خیلی خوش آمد. شروع خیلی باحالی داشت. میتونم برم نزدیکش. یه قاب عکس. یه قاب عکس از یه موش. اوکی. بعدش چی؟ زلزله اومد. چی شد؟ What the از این من جامو درست کنم. خب داریم اخبار میبینیم. یه بچه کشته شده. من میتونم بخورم. درینک. Cheers. And his parents said that he liked playing with a ball outside early in the morning every day. He was a kid full of life, and it's a real shame that he had died this way at a very young age. The police is trying to get as much information as possible so they can catch the murderer of the child. چقدر میخوری بس دیگه. Damn, I love you. Damn خودت. سرش خیلی داره گیج میره. خیلی نوشیدی داداشم. میخواییم بریم بخوابیم، ولی چراغا رو اول باید خاموش کنیم. اسپیس برای بلند شدن. اوکی. 5 تا چراغ باید خاموش کنم. چقدر این محیط دورش رو دوست دارم که اینجوری یه حالت سرگیجه داریم. خیلی بامزه شده. یه چراغ هم اینجا هست. خب تو میز نمیتونی راه بری. برو. خب از این وری برو. آفرین. از دور هم میتونم. آره نیاز نیست برم نزدیک لامپا. چه خوب. برو. شیفتم نمیخواد بگیرم، خودش به اندازه کافی سریع راه میره. یعنی مثل که دیگه راه نمیره. چه راه نمیره؟ نه مثل که شیفت رو بگیرم احتمالا. اینا چیه؟ این چیه؟ میسیوما. خاکستر مامانمونه. در کشوها. تلفن. No one has called me for a while. نه. اوکی. آخه تنهاییم. میشکی دوستمون نداره بهمون زنگ بزنه. چه زندگی سگی. یه خودتو بکش. نه یعنی بچه نه هیچی. خودشو نکش. یه 2 تا لامپ دیگه هست. فکرم آخر سر باید بیام لامپ اتاق خوابو خاموش کنم. اینجا هم یه خورده راه رفتنش اشتباه کردم. گفتم خیلی باحاله، یه خورده رو مخمی که هرچی میرم نمیرسم.
4 تا بریم تو اتاق خواب واسه آخری. جون بکن، پا بزن لعنتی. 2 ساعته. ساعت چنده؟ 11 و 17 دقیقه. خوبه، تایم خوبیه واسه خوابیدن. بخواب. go to bed. یه بازی دیگه میخواستم ریکورد کنم. no matter how I can't space from. یه بازی دیگه میخواستم ریکورد کنم، منتها انقدر وضعیت نت خوبه که زدم واسه دانلود و 2 ساعت دیگه قراره دانلود بشه اون بازی. پس تصمیم گرفتم که یه بازی که از قبل دانلود کرده بودم ولی خب هنوز بازی نکرده بودم و ریکورد کنم. برو دیگه بابا. اینش رو مخه. ببین اولش خیلی جذاب بود که این اتفاق داره میفته ولی اینکه دوباره وای بعد پشت سرمو نگاه کنم. اوکی من جامو درست کنم نیفتم یه از ترس. چرا میبینینش داداشمو ببرم سمتش بعد عقب برم چیکار کنم تکونه داره میاد سمتم تا نگاهم ازش برمیدارم سمتم حرکت میکنه. نگاه what the fuck چرا انقدر سریع چرا من نمیتونم فرار کنم از بچه های مارول فکر کنم چون که چرا چشات جهنم و ضرر نگات نمی کنم. تومی چرا توم نمیای پس پشتم کن. اوکی غیب شد پشت سرمه مطمئنم پشت سرم قراره برینم تو خودم تعارف که نداریم با هم. اوکی خواب دیدیم خواب بود پاشو. It was just a stupid dream. Yes پاشو لطفا. یه خواب احمقانه دیدی میدونم. اوکی اوه صدای ریخته شدن یه چیزی اومد. What was that؟ چی بود؟ ما هم میخوایم بدونیم چی بود اگه تو پاشی از تو رخت خوابت. میشه تاریکه میشه چراغو روشن کنی؟ آها هیچی نمیبینم عملا وقتی چراغ خاموشه. فلش لایت هم نداریم. Find out where the noise came from. میشه بذاری برم بیرون بعد در اتاق تا ته با بشه حتما. یکی نیاد از پشت سرم خدایا یا موشه. Oh hey there what are you doing؟ هیچی داره غذاتو میخوره. Eating all my cereal. Yes better if you have something. یه موشو میبینی نباید بشه غذای بهتر بدی فکر کنم. الان بچه های حمایت از حیوانات میریزن سرم ولی خب این موجود موذی حساب میشه. موذی میگن نمیدونم. نباید تو خونه زندگیمون باشه این. وای پنیر ولی با مزه است. اوه خوردم پاشد رو 2 تا پاهاش داره میخوره اونو. داری یخچال. Oh you're so cute. Yes خیلی کیوته. Thank you for giving me some company. انقدر تنهاییم که از وجود یه موش خوشحال شدم. I feel so lonely. Okay what name should I اسم براش انتخاب کنم. اسمتو چی بذارم؟ نمیدونم. اصغرم نمیدونم درسته یا نه. Yes from your name will be Asghar called you. یادولای خب welcome to your new home. اوکی هم خونه ایمون شد.
کجا رفتی؟ اصغر مرد. اصغر مرد. من گفتم اون پدر سگو نمیشه قلاده دورش بندازی. بیا مرد. الان میتونم ترای بدم از اول. It's all your fault. تقصیر من همش تقصیر توه. You killed him. من نمیخواستم اصغر رو بکشم. اصغرش کنم. You made him suffer. خیلی بهش باعث زجرش شدی. You caused so much pain. باعث شد خیلی درد بکشه. خودتو بکش. Fucking coward. ترسوی لعنت. این چیه؟ موشه زنده شده. شاید خواب دیدیم. وای نه این جنازش اینجاست. نمیدونم میتونیم ببینیش یا نه. این چیه؟ واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر دارک بشه. موشمون مرد. بگیر. این چیه؟ این توپه. همون توپ هست که داشتیم باش بازی میکردیم با بچه. این چیه؟ میگم بچه. موشه منظورم. اون کیه؟ فاک بابا. ریدم تو خودم. کارد. اوکی. ترسو باباته. این مسیره متنفرم از این مسیر که هی باید برم اون تو. جون بکن 2 ساعته. قاب عکسمون خالیه دیگه. موشی توش نیست. آخه I miss you اصغر. I miss you اصغر. اوکی چیکار تو خونمونی؟ پلیس؟ چرا؟ وایسا ببینم. نکنه ما اون بچه رو کشتیم. نکنه ما با ماشین بهش زدیم. از پنجره الان من فرار کنم قاعدتا نه؟ I don't have much time left. یعنی چی؟ الان میخوای چیکار کنی؟ چی هم که نه؟ لامپو میخوای خاموش کنیم فکر کنم ما خونه نیستیم؟ خاموشش کن. نه؟ نامه. I can't give اوکی کلش اینه که با این عذاب بله ما بچه رو کشتیم احتمال خیلی زیاد و عذاب وجدان داره خفش میکنه و دوست نداره که با این ترس و با این استرس با این عذاب وجدان زندگی کنه و فکر میکنه که باید به زندگیش پایان بده. دیگان اوکی قرار پلیس ها اومدن. ما بچه رو کشتیم. خودشو بکشه. پول 2 تا آپشن داریم. یکی این که یا در باز کنیم یا خودمونو بکشیم. من قاعدتا نمیخوام خودم بکشم پس در باز میکنیم. Maybe it's through what they say. شاید درست گفتن. Something things really become possible if we will. نمیذاره بخونم. داره با اصغر صحبت میکنه که باعث شد حالا این کارو بکنه. For being the best friend will have. بهترین دوستی بودی که میتونستم داشته باشم. خودمون رو تسلیم کردی و فکر کنم بابتش از اصغر تشکر کردیم. اصغر کیل. بازی خوبی بود. دوست داشتم. نه واقعا اون نظراتی که در موردش گفته بودن حقیقت داشت. هم غمگین بود همزمان هم دارک بود هم کیوت بود. اون موشه من اولش رفت تو مخم که این چه چیز سمیه. فکرم قراره بازی داغونه ولی دوست داشتم. خوش آمد از این بازی. لینکشو براتون میذارم تو دیسکریپشن وقتی که این ویدیو آپلود بشه. امیدوارم که از این بازی لذت برده باشین و بریم بازیش کنیم و بیشتر لذت ببریم. من داینا ماینا هستم. تو ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.